اومدیم با ساخت شوکر دست ساز. وسایلی که لازم هستش: یک ماژول شوکر به این صورت، یک کلید آن و آف، یک میکرو سویچ به این شکل، یک ماژول TP 4056 به این شکل، یک خازن 4 کیلوولت، یه باتری لیتیوم 18650 2200 ولت، ببخشید 2200 میلی آمپر. ابتدا سیما رو قلندود میکنیم با روغن لحیم و سیم لحیم. باتری این سرش مثبته، این سرش منفی، سر مثبت. من این سرای این باتری لیتیوم و این سراشونو با کاتر بخراشونین که حویه همین سیم لحیم به خودش بگیره. یک کم روغن لحیم میزنیم. به این صورت این مثبت شد. حالا به این ور یک کم روغن لحیم میزنیم. به این صورت این باعث میشه که این روغنی که دورش ایجاد شده رو تمیز کنه. خب به این صورت سیم مثبت، سیم منفی. خب این ماژول، این بی مثبت، بی منفی. خب این باتری مثبتش میره به بی مثبت، منفیش میره به بی منفی به این شکل. این مثبت، این منفی، منفی، به این شکل. سیم منفی میره به بی منفی. به این شکل. حالا مثبت باتری میره به بی مثبت ماژول. به این شکل. به این شکل. خب حالا اگر میخواین ماژول اصلی بگیرین، الان این ماژول فیکه، چون نگاه کنین سراش، این سیماش قرمزه، الان این فیکه، ولی این سیمم که بالا ماژول قبلا بوده نارنجیه، این اصله. اگر الان این فیکه، اگر سیم ماژول به این شکل بود، سیمش جرقه زنش به این شکل بود، اصله. الان این فیکه. خب حالا منفی ماژول میره به بی منفی ماژول TP 4056 ماژول شارژمون.
منفیش میره جای منفی این ماژول به این شکل. اینا من از قبل اندود کرده بودم. به این شکل. به این شکل. خب حالا میرسه به قطع و وصل کردن کلیدا به این صورت. یک سیم به این شکل. قبلا اینا رو قلمدود کردم. خب این سیم میره به بی مثبت باز به این شکل، به بی مثبت. حالا میره به کلید آن و آف به این شکل. به این شکل. بعد یه سیم دیگه هم میاد به این بر. به این صورت. خب خاموشه. حالا میرسیم به کلید میکروسویچ به این شکل. 4 تا پایه داره. این پایه هاش مشخص نیست. 4 تا پایه داره. یکی الان پایه راستش رو قطع میکنیم، نه پایه چپش رو قطع میکنیم، پایه راستش میمونه. باز این بر پایه چپش رو میبریم، ببخشید این اصلا پایه نداره. یکی دیگه پیدا کردم به این شکل. خب میایم میزنیم تو راه همین کلیدمون مثبت به این شکل. حواستون باشه بعد این خاموش باشه که رفیقی از جلو جرقه نزنه. به این شکل. میاد به مثبت ماژول. به این شکل. به این شکل تمام شد. خب الان بریم برای تستش. خب ابتدا این الان میبینین جرقه‌شو، بعد با این میبینین جرقه‌شو، با این بیشتر میشه. خب به این شکله. جرقه خیلی کوچیکی داره ولی با این جرقهش 10 برابر میشه. خاموشه. خب ابتدا اینا رو بعد اندودش میکنیم. این خازنم قلمدود میکنیم.
بریم برای تست. خب لطفا لایک و سابسکرایب کنین، ما رو هم دنبال کنید. الان میبینیم جرقه‌اش 10 برابر میشه. جرقه‌اش بزرگ. دیدین؟ به این صورت. ممنون از دیدنتون. لطفاً ما رو هم دنبال کنین. خدا نگهدار.